خوب باشه و دلتون شاد. خوش اومدید به ویدیو جدید. از این ویدیو قرار خیلی ویدیو با کیفیت تر بشه. واقعا امیدوارم من درک کنین که ویدیو بی کیفیت و موضوعش هم جالب نیست، خودم میدونم. دیگه از الان قرار تصحیح بشه، یه مقدار الگو برداری از یوتیوبرهای بهتر و مثل میخوایم الگو برداری کنیم همینطور که گفتم از پوتک و فرشاد و آقا فرشاد آقا پوتک و با آقا نیما تکیدو و حامی کریم عشق خودم بهترین یوتیوبر به نظر حامی کریمه که خیلی دوستش دارم. حالا این نظر من یوتیوبر مورد علاقه. خب میخواستیم بریم سراغ ویدیو. اگر 1% میدونم نمیبینه کسی مثلا تونست متلی یا نیما یا متلی یا حامی کریم یا پیکامی این ویدیو میبینه، خواهش میکنم، منم عضو شهر رشت هستم، داخل این شهر زندگی میکنم و اصالتم برای همین گیلانه. خواهشان اگه میتونی با من یه ارتباطی بگیری، من خیلی طرفدار شما، خیلی دوستم شما یه بارم ببینم، خیلی آرزومه. خب این ویدیو موضوعش اینه که سوالهای جرأت یا حقیقت که جرأتش کمتره. این از یه برنامه برداشته شده این سوالا و بعضی هم که دوستان نظر دادن ما گذاشتیم. بعد دوستان کیفیت ویدیو پایینه به خاطر گوشیه. حالا دیگه نمیخوام بریم سراغ اصل مطلب. الان این سوالا رو من خودم میخونم، خودم بهتون جواب میدم، شاید براتون سرگرم کننده باشه. خب به نام خدا، مهمترین تصمیمت در زندگی چی بود؟ مهمترین تصمیم من این که به اون کسی که دوستش دارم بگم دوستش دارم، چون خیلی تاثیرگذار. ولی اگه راستشو بخوای الان پشیمونم که گفتم، کاش نمیگم. آهنگ مورد علاقه چیه؟ بگو. اسم خواننده‌شم بگو. آهنگ مورد علاقه کاندیدای زیادی هستن، ولی من خواننده مورد علاقه من اول امیل تتلوه. امیر تتلو خیلی دوست دارم، خیلی خواننده خوبیه و دمش گرم خدای. الان تو زندانه، ایشالله بی زودتر آزاد شه. حالا دیگه نمیخوام بحثای سیاسی بشه. تتلو آهنگ آزادیشو خیلی دوست داشتم، انقلاب سفید، اون آهنگشو خیلی دوست داشتم. یا آهنگش هم اسمشو الان تو خاطر ندارم، ولی هم آهنگ آزادی خیلی من با تتلو حال کردم. خب دیگه نمیخوام سیاسیش کنیم، بریم اسم کسی که خیلی دوست داری بگو. این سوالو فکر کنم آبش در کرده. خب آره بش اسمشو بخوام بگم، اسمش نگاه کن این سخته برام گفته، ولی چون یوتیوب فضای امن منه و با شما ارتباط میگیرم خیلی دوست دارم. اسمش نازنینه. آره بریم. باش. خب به بلوغ رسیدی؟ ها؟ آره. تا به حال سیگار یا قلیان کشیدی؟ نکنیم بچه، برای آدم خیلی مضره اینجور چیزا. بعد من هنوز به سنی مثلا قانون نرسیم بخوام اینا، برای تفریح با خانواده شاید یه 3 بار قلیون، یه بارم سیگار. حالا اون سیگار نکشیدم کامل. آره همین. خب سوال بعدی. و آیا شبها با لباسی میخوابی؟ این برای دخترای بیشتر، ولی اگه بخوام نه، با همین لباس معمولی، شورت ورزشی، من کلا تو خونه همینو میپوشم. بعد بچه‌ها من الان لباس رئال مادرید رو پوشیدم، من لباس بارسا هم تو خونه دارم. من نه رئالی ام نه بارسایی، فوتبال خارجی دنبال میکنم، ولی مثلا طرفدار خاص، ولی رئال بیشتر، به خاطر که رونالدو دوستم، رئال بیشتر دوست دارم یه مقدار. گفتم حاشیه نش. اگر میتونستی شب کنار یکی بخوابی، کنار کی میخوابیدی؟ همون اسمشو اول ویدیو گفتم، نازنین. اسم رلهاتو که داشتی بگو. به قرآن مجید کسی به من پا نمیده داداش. همسنای من، رفیقای من خیلی رل دارن، مثلا آبش و اینجور ماکان اینا رل زیاد دارن، ولی من با سنم که از اونا بزرگترم، 1 سال هستم تقریبا، من بچه پاکیم. ولی با اولیش فاطمه بود. آره فاطمه بود.
2 هفته که زیادم طول نکشید چون اخلاقمون به هم نمیخورد و بعد فاصلات دوره واقعا چون مجازی آشنا میشیم فاصلات دور نمیشه بعد بعضی توقع زیادی پیش دست دارن. بعدش یکی دیگه هم بخوام بگم که بعدش قضیه فکر کنم آره مهتاب بود. مهتاب هم 1 ماه 2 ماه ولی اونم دیگه خیلی خواستاش بالا بود اونم دیگه کنسل شد. نازنینو که گفتم ریل هم نبوده تا حالا من دوستش دارم و هنوزم دوستش دارم و میبینمش هر 6 ماه یه بار هر چند وقت یه بار 2-3 ماه یه بار چون یه نسبت فامیلی خیلی دورم داره. خب بگذاریم یوتیوبر های مورد علاقت رو بگو 3 تا. اول جایگاه اول 2 تا با همه 3 تا یوتیوبر مورد علاقه هم میگم دیگه از همه بیشتر باهاش حال میکنم. نیما تکیدو، حامی که متلی، این 3 تا که این 3 تا یوتیوبر خیلی مورد علاقه من هستن. بعدش فوتک و فرشاد و با همینا دیگه. خب ایکس یا پی اینا لجندا میفهمه چی میگن. ایکس یا پارن های پی رو چه سلبریتی های کراش داشتی؟ این سوال آسونی. جورجینا با شکیرا. آره همین 2 تا. یکی از سیدنی کراش کومان است اونم آره. بزرگترین خواستت چیه؟ رسیدم به نازنین. خب دیگه کل ویدیو شد نازنین آقا. من دیگه باید با شما همیشه در بگم به شما که ایشالله منو فالو کنید سابسکرایب کنید. شاید در آینده منم مثل متلی و نیما تکیدو و یوتیوبرهای موفقی شدم مثل پوتک. حالا بزرگترین خواستت چیه که گفتم بزرگترین فوشی که بلدی چیه؟ او بیادبانه شد. فوش الان چون تو خونه هستم نمیتونم بدم. همین فوشایی که همه میدن دیگه. همینه دیگه. آره فوش دیگه همینه دیگه. یه فوش اگه ویدیو نیما تکیدو غزل سیلور دیده بودی خود سیلور گفته من همون فوش که بلدم همون. خب دوستان سوال ها تموم شد تا برگ دوم برسه. این ویدیو به 8 دقیقه و نیم برسه رکوردش تموم میشه. خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین. البته کسایی که واقعا تا آخر دیدن دمشون گرم. فکر نمی کنم کسی منو دنبال کنه فعلا. باید با ویدیو شورت من خودم بالا ببرم. ویدیو وایس نمیدونم الان میگم. خب دوستان الان به 8 دقیقه خورده ای داریم میرسیم. قربان شما خدا نگهدارتون.